حکایه یک روز خواندم، میگه یک شخصیت، یک اهل علم اون قدر نغز نمیدیده است، اون قدر دوستش نمیداشته است. یارو دوستا دائم وصف میکردن که فلان انسان آدمی صالح است، خوب است، عالم است، در جمعیت خدمت میکنه، اما این شخصیت همین عالم بد میدیده است. بعد از اون این دوستاش بسیار برای وی مجبور کردن، گفتن توی قدر بدبینی نکن، وی دوست خدا است، آخه عالم است. بعد روز از روزها این شخصیت همین عالم خونش مهمانی دعوت میکنه، خونش مهمانی دعوت میکنه. این اهل علم در خانه شخصیت میآید، ضیافتش میکنه، قدردانیش میکنه، برآمده میروه. بعد از رفتنش این نفر، بگیم این صاحب خانه، در لب همین تریزه خانهش چند سوم ماندگی بوده است، چند سوم ماندگی بوده است. وقتی عالم میروه این نفر میخیزه، خانه میاد میبینه که پولهاش نیستند. این انیق میکنه که این پولهای من همین عالم گرفته، همین داملا دوزی، چون انیق میکنه، یقین میکنه نسبت به همین اهل علم بدبینیش زیاد میشوه، زیادتر بدش میبینه. اگرچه بدبینیش هم زیاد است، اما بدبینیش آشکار نمیکنه. همراهی دوستاش هر وقت اونها یعنی وصف تعریف میکنن این عالمه، این شخصیت میگه شما ویا نمیشناسه، من خوب میشناسم. از بین یک سال میگذره، یک سال میگذره، روز از روزها همراهی دوستاش بحثشون میشوه. بعد از آن دوستاش میگن تو از همین عالم چی ضرر دیده که این قدر بدبینیش میکنی؟ بعد این شخصیت میگه که این عالم دزد است. میگن سبحان الله، چی نوع دزد؟ این زارش میکنیم از ما چیزی نمیگه، چی نوع دزد است؟ بعد بیان میکنه که همون روزی که من خانه مهمانی دعوتش کرده بودم یک سال پیش، همون روز از لبی هم تریزه من پولها هم بودن، دزدید پولامه. بعد این سخن در اهل علم میرسه. وقتی میرسه به خانه این شخصیت دعوتش کنن، میایرن، میاد در خانه داخل میشوه، نگاه میکنه که در همون گوشه ای خانه یک شکاف چیزی ماندگی است بلند، در لبی همون شکاف یک قرآن ماندگی است. بعد همون قرآن نگاه میکنه، این عالم بسیار گریان میشوه، گریان میشوه. وقتی گریه میکنه صاحب خانه انیق میکنه که این عالم اکن یعنی گناهش اقرار میکنه، به گردن میگیره دزدیشه. بعد از اون شخصیت صاحب خانه میگه میلش گریه نکن حضرت، میگه من بخشیدم اون پولام دیگه از تو سراغ ندارم. میگه من برای پولای تو برای بخشیدن گریه ندارم. میگه برای چی گریه داری؟ میگه گریه من برای این است که تو یک سال میشه که این قرآن نکشاده ای. این عالم میگه وقتی میره قرآن میبرداره، همون روزی که این عالم مهمانی دعوت کرده بود، وقتی در میکشاید، شمال از بیرون وقتی داخل میشه پولهاش در درون میچوشه. این عالم این پولها را گرفته، در همین یکم صفحه قرآن میمونه. میگه این شخصیت هم که قرآنش کشاد، پولهاش میابه میگیره. میگه گریه من برای این است که تو یک سال میشه که این قرآن ورق نزده ای، نکشاده ای. متاسفانه امروزها قرآن در خانه های ما غریب شده است. قرآن در خانه ما یک چیزی، مردم چی فکر میگن؟ شاید که قرآن در ماه رمضان بخوانی، یا شاید این که قرآن برای خدایی ها و تلاوت صدقه ها باشه، یا اینکه برای مرده ها باشه. والله قسم از مرده و بیمار دیده من و شما زیادتر به این قرآن محتاج تریم. اون مرده جاش گرفته از خواب از آرام. اما قسم به نام الله، من و شمایی که امروز پریشانیم، غریبیم، پرمشقتیم، به درد و داغ و طعنه دنیا مبتلا و گرفتار هستیم، من و شما زیادتر به این قرآن محتاج هستیم. قرآن کتابی هست که جناب پیغمبر یک بسیار وصف زیبا کرده. میفرمایند که القرآن و معدوبة الله فی الارض. میگه قرآن یک دسترخوان پر از خوبی های پروردگار است در روی زمین. دسترخوان، وقتی انسان دسترخوان می اندازه، مهماندار میشه، چقدر ضیافت عزت میکنه، هر چیز دل انسان خواست او استفاده میبره. اما امروز ما متاسفانه از این سفره قرآن استفاده برده نتوانسته ایستادیم. به چه خاطر؟ به خاطر از علمش دوریم، از معناش دوریم. امروز درد جهالت، درد بیسوادی ما را والله قسم خار کرده است. جناب پیامبر میگه
هلاک شدن امت من، خار شدن امت من در دو چیز است: ترک العلم و جمع المال. علم ترک کردن و مال جمع کردن. امروز کسب ما، وظیفمون این شده است: علم پسی سر، قرآن غریب، قرآن پسی سر، فقط مال جمع کنی، فقط تجارت کاری، فقط آبادی دنیا. ذره در فکر آبادی آخرت نیستیم امروز ما. قرآن هر چیز دل انسان میخواه از قرآن پیدا کرده میتوانه. قرآن روزنامه و برنامه زندگی انسان است. طرز معامله و مناسبت بین زن و شوهری را تعلیمت میتیه، والله قسم خوشبختت مینه، جنتیت میگردانه. هدی للمتقین. قرآن هدایتگر، راهنما و راهبر برای انسانهای متقی. کجا هدایتگریت میکنه؟ به سوی پروردگارت میبره. نزد خدا قرب و مقام و درجت در نزد خداوند بلند میبرداره. به چنان بلندت میبرداره که والله قسم جنت و عرش در زیر قدمت میمانه. میرسد آدمیت به جایی که به جز خدا نبیند. بینگر که تا چقدر است مقام آدمیت. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی شب معراج دعوت شد، کی دعوتش کرد؟ سوال: کی دعوت کرد جناب پیغمبر؟ الله رب العالمین. برای چی دعوتش کرد؟ برای دلبرداری. وقتی دعوت شد، جبرائیل علیه السلام آمد، جناب پیغمبر گفت: انک مدعون الی الله. الله ترا دعوت کرده است. شاید که این خبر برای ما و شما برسد، دلهامو پاره پاره شود که الله دعوت داره، الله فریاد داره. اگر ما را بگن که فلانی حضرت ایشان یک انسانی کلام فریاد کرده است، دلت گم میزنه. چی میگفته باشه؟ برای چی فریادم کرده است؟ جناب پیغمبر الله دعوت کرد، همراه جبرائیل می رفتند، 7 آسمان بالا شدند، سدرة المنتهی، عرش الله رب العالمین گذشتند. جناب پیغمبر میگن ناگاه شلفه پای جبرائیل خاموش شد. شلفه پاش نشنیدم دیگه. احساس کردم که تنها طاقه رفته ایستادم. بعد گفتم: یا اخی جبرئیل، ای برادرم، ای جبرائیل، این انت؟ در کجا هستی تو؟ آیا در این حالت، در این مکان دوست تنها میگذاره؟ میگه وقتی پرسیدم، جبرائیل علیه السلام از پایان جواب گفت حبیبی محمد، دوستم، گو ای محمد، انک لو امرت اعترفت. گو اگر تو رفتن بگیری، رفتن میگیری، یگان چه سری راه تا نمیگیره، یگان چیز معنی داشته نمیتوانه. ولکن انی لو تقدمت احترقت. ولکن گو اگر من یک قدم دیگه بالا بگذارم، بالا بمانم، از نور الله رب العالمین وجودم میسوزه و خاکستر میشوه. تو رفتن بگیری، رفتن میگیری، یگان چه سری راه تا نمیگیره. اما من گفت اگر یک قدم دیگه بالا بمانم، از نور خداوند تمامی بال و پر و وجودم میسوزه، خاکستر میشوه. این مقام و قدر آدمیت ای برادری بزرگواری من. قرآن هر یک انسان به اون مقام و درجه میرسانه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک روایت دارن، میفرمایند که ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. الله بزرگوار به عمل کردن و اطاعت کردن این کتاب یک گروهی از انسانها را به چنان بلند میبرداره که از همه هستی قرب و مقام و درجه شو بلند میشوه، و یک گروه انسان دیگر را به چنان پست میگردانه که از همه پسترین پستی ها جهنم و دوزخ جاش میشوه. یعنی انمی قرآن بعض انسان به جنت میبره به بالا، جنت در بالا هست، جنت در بالا هست، اما یک گروه انسان دیگر به پسترین پستی ها جهنم و دوزخ تا میبره. انمی قرآن میکنه، گفتن جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم. حتی در یک روایت پیغمبر بزرگوار گفتن که اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. تن قرآن قرائت کنه،
این قرآن در روز قیامت برای قرائتگر شفاعت کننده می شود. در روز قیامت خداوند قرآن مجسم می گردانده است، در صحرای قیامت می آمده است، انسان تلاوت کنندش قرائت کنندش شفاعت می کرده است. شفاعتگر برای یعنی تلاوتگر و قرائتگرش می شده است. هر یک حرفی که ما از قرآن می خونیم 10 ثواب داره، 10 حسنه داره. در قرآن 321,000 حرف است. 321,000 به 10 ضرب بزن چقدر ثواب می شود. آیا برادران بزرگوار من، ماه رمضان به پایان رسید، ادا شد. یک بار خودمون سوال کنیم کدام من و شما امروز قرآن حدی اقل یک بار ختم کردیم؟ کدام؟ در ماه رمضان که وقت نیافتیم، نتوانستیم خوندن، وقتی مردن دیگر میخونیم. ما باید به معنای این قرآن آشنا باشیم، عمل کننده به این قرآن باشیم. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در سکرات موت بودن، یعنی لحظه های آخرانشون بودن، به سوی اهل اصحاب گفتن که ترکت فیکم شیئین، گفتن من از بین تو میروم، بندگی میکنم، وفات میکنم. این بیماری و کسلی من کسلی مرگ است، از این کسی خلاص نشده از نجات نیافته است. من میروم، اما برای شما گفتن 2 چیزه راهبر و راهنما باقی میگذارم. لن تضلوا ما تمسکتم بهما، زلالت در زلالت و گمراهی نمیرود، بدبخت خار نمیشود، جهنمی و دوزختی نمیشود. هر انسانی که به همین 2 چیز چنگ بزنه، عمل کنه. کتاب الله و سنت الرسول، یکمش کتاب الله قرآن، دویمش سنت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم. برای همین ما و شما برادران عزیز بزرگواری من حرکت داشته باشیم که به این 2 چیزی که پیغمبر بزرگوار برای ما میراث گذاشته است عمل کننده باشیم، تا اینکه خداوند هم دنیا هم آخرت ما را آباد بگرداند.